یه بالش اینجا میذاری، بالش میذاریم زیر کمر. خب بعد شما همین من 100 تا اینجور میکنم، نگاه کنید 100 تا الان من میخواید در عرض 3 دقیقه اینجور میبری اینجا. یعنی این بعد از مدتی که اینها با بارفیکس آویزون شدن درد ساکت شد، درد ساکت شد، کمتر شد، درسته؟ اینجوری سن. بعد مکمل این یک بالش زیر پشتم. بالش اینجا نداری صندلی. اگه یک چیزی اینجا خوبه اینجا بذارید، نگاه کن اینجور. آها اینجوری اینجور یه بالش اینجا میذاری، بالش میذاریم زیر کمر. خب آها گرفتم چی شد. در واقع این میشه مرحله سومش دیگه آقای دکتر دیگه. بله ما اصلا صبح که پا میشیم این کارا رو میکنیم و 100 تا اینجوری میرم دیگه، با اون هم شدن و با این بارفیکس میرم سر صبح در حدود 40 تا درست تو خونه ها، ولی به شدت پاها میره بالا.